اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 11 حرفای قلقله. حرفای قلقله چند تا است؟ 5 تا. حرف قاف، حرف طا، حرف با، حرف جیم و حرف دال. اینها رو وقتی یک جا بخونیم چه خیلی میشود؟ قطب و جد. قطب و جد. قلقله چیست؟ اگر حرفای ساکندار یعنی همین 5 حرف، حرف قاف، حرف طا، حرف با، حرف جیم و حرف دال ساکن باشد، ساکنی او را کمی به علامت پیش مایل کرده خوانده میشد. یعنی میگه که وقتی که این 5 حرف ساکن بود، پس امین ساکنشون را کمی به علامت پیش یعنی میخونیم. چخل اقو 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 تربه تربه حسیبتهم حسیبتهم احد احد. اما اینجا در این کتاب خطا کرده است، من برای شما درست‌تر در کتاب جدید میفهمم ان شاء الله. خب در اینجا نگاه کنین، در حرفای طا و حرف قاف میل به ضمه داده می شود تا استعلای آنها حفظ شود و در حرفهای باقی مانده میل به کسره و یا فتحه داده می شود. در اینجا میگوید که یعنی در حرف قاف و حرف طا میل به ضمه، ضمه یعنی پیش، کسره یعنی زیر، فتحه یعنی زبر. میگه که در حرفای طا و حرف قاف وقتی که ما اینها ساکن باشن، وقتی که ما میخونیم چون مثل که کمی با حرکت پیش خونده میشود ساکنشون. فهمیدین؟ مثل که کمی با حرکت پیش خونده میشود. اما این 3 حرف دیگر که است، یا با کسره یعنی زیر و یا با فتحه یعنی زبر، همو ساکنشون مثل که خونده میشود. کمی با همین حرکت زیر و کمی با حرکت زبر خونده میشود. اما مقصد از این نیست که مثال ما خودمون مثال وقتی که اینها رو تلفظ کنیم بعد یا با پیش اینها رو میل دیم یا با زیر و یا با زبر. گپ در این است که وقتی که ما حرف قا و قاف را که ما میخونیم، خود این حرفا خودشون را مثال با حرکت پیش یعنی کمی میل میکنن، یعنی کمی با میل با پیش میکنن با ضمه. و این 3 تا دیگر که هست، حرف دال، حرف جیم و حرف با، خودشون را یا با زیر میکنن کمی میل و یا با زبر. یعنی ما اینها را عادی میخونیم، اما خود حرف خودشون را یا با زبر یا با زیر و یا با پیش کمی میل میدید. و قلقله در بین کلمه سبکتر و در آخر کلمه شدیدتر. یعنی میگه که حرفای قلقله وقتی که در آخر کلمه، یعنی نگاه کنید در اینجا در آخر کلمه آمدگی است، در آخر کلمه که اومد شدیدتر خونده می شود، شدیدتر، سختتر. اما وقتی که در بین کلمه اومد، نگاه کنید در بین، پس سبکتر خونده می شود. این مثال رو نگاه میکنیم، والطارق والطارق والطارق، شدید خوندیم. سبکترش چخیل است؟ اقرأ 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 اقرأ. صراط صراط يطمعون يطمعون حساب حساب يبحث يبحث بهيج بهيج يجمعون احد احد مددناها مددناها. یعنی نگاه کنید در آخر کلمه شدیدتر خونده میشد، وقتی در بین کلمه آمد سبکتر. و اینها را ما چخیلی که از عادی میخونیم شونه وقتی که ساکن بدن، اینها خودشون را یا با ضمه یا با کسره یا با زبر یعنی فتحه میل میدین. و در اینجا واضح گفته شده است که این حرف قاف و حرف طا خودشون را با ضمه یعنی با پیش میل میدین و این 3 حرف دیگر، حرف با، جیم، دال، یا با زبر یا با زیر میل میدین. ان شاء الله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.